تنها بازمانده یک کشتی شکسته با جریان آب به جزیره‌ای دورافتاده برده شد. او با بیقراری به درگاه خدا دعا می‌کرد تا نجاتش دهد. ساعتها به افق اقیانوس خیره می‌شد، شاید نشانه‌ای از کمک ببیند، اما هیچ چیز به چشم نمی‌آمد. سرانجام ناامید شد و تصمیم گرفت کلبه‌ای کوچک در کنار ساحل بسازد تا خودش و وسایل اندکش را بهتر محافظت کند. روزی وقتی از جستجوی غذا برگشت، دید کلبه‌ای کوچکش در آتش می‌سوزد. دود به آسمان بلند شده بود. بدترین اتفاق ممکن افتاده بود. با خشم و اندوه فریاد زد: خدایا، چطور توانستی با من چنین کنی؟ من که تنها و خسته‌ام، هیچ کس نیست کمکم کند. اشک ریخت و بعد خوابید. صبح روز بعد با صدای کشتی که به جزیره نزدیک میشد از خواب بیدار شد. دید که آن کشتی آمده تا نجاتش دهد. مرد از نجات دهندگانش پرسید: چطور فهمیدید که من اینجا هستم؟ آنها در جواب گفتند: ما دود علامتی را که فرستادی دیدیم. یادت باشد گاهی بدترین اتفاقها زمینه ساز نجاتت هستند، به شرطی که در هر شرایطی ایمان و امیدت را حفظ کنی.